سلام میگم به شما همراهان عزیز و دوست داشتنی که سعی میکنید بهترین سریال های ترکی رو دنبال کنید. در این ویدیو قصد داریم یک سریال جذاب و دیدنی و به نام خواهر و برادرانم در ژانر درام عاشقانه و نوجوانان رو بهتون معرفی کنیم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید و برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. داستان سریال خواهر و برادرانم حول محور قدیر، عمر، آسیه و امل 4 خواهر و برادری میچرخه که والدین خودشون رو به دلیل حوادث ناگوار از دست میدن و سعی میکنن با حمایت یکدیگه زندگی خودشون ادامه بدن. با وجود فراز و نشیب‌ها اونها همیشه در کنار یکدیگه‌ان، اما به زودی حقیقت مربوط به مرگ والدین اونها به آرومی آشکار میشه و هیچ چیز مانند قبل باقی نمیمونه. خواهر و برادرانم داستان زندگی یک خانواده دوست داشتنی رو روایت میکنه. در کنار هم بسیار خوشحالن و زندگی بسیار خوبی با هم دارن، اما وقت بعد یک بار سراغ این خانواده میاد و مادر و پدر داستان طی یک اتفاق ناگوار در یک روز فوت میکنن و فرزندان خودشون تنها میذارن. خواهر و برادرانم داستان زندگی یک خانواده دوست داشتنی رو روایت میکنه که در کنار هم بسیار خوشحالن و زندگی بسیار خوبی رو با هم دارن، اما وقت بعد به یک بار سراغ این خانواده میاد و مادر و پدر داستان طی یک اتفاق ناگوار در یک روز فوت میکنن و فرزندان خودشون تنها میذارن. زندگی این 4 خواهر و برادر با نبود مادر و پدرشون با مشکلات و موانع بزرگی روبرو میشه. شرایط آنها رو مجبور به زندگی در مرغداری عموشون میکنه. در این بین شما شاهد فراز و نشیب‌های زیاد زندگی این 4 نفر هستید. اونها که جز خودشون کسی رو ندارن، تصمیم میگیرن تحت هیچ شرایطی همدیگه رو تنها نذارن. هر بار که زمین میخورن باز به کمک یکدیگه از جا بلند میشن، اما اینها همه داستان نیست. در این میان پای اونها به مدرسه باز میشه که قاتل پدرشون به نام عاکف مالک اونجاست. این سریال از تاریخ 2/12/1399 شروع شده که هنوزم ادامه داره. تا الان 3 فصل از سریال تموم شده و فصل 4 در حال پخشه. به گفته نویسنده این مجموعه در فصل 4 شخصیت‌های جوان وارد دانشگاه میشن و شاهد تحصیل اونا در دانشگاه خواهیم بود. در فصل 4 تعدادی از بازیگران از گروه جدا میشن و بازیگران جدیدی به این مجموعه اضافه میشن. همچنین به خصوص از بازیگران جوان فصل‌های گذشته انتظار می‌رود که در فصل جدید نیز حضور داشته باشند. این مجموعه تلویزیونی با عنوان خواهر و برادرانم با دوبله فارسی در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و جمعه در ساعت 21 از شبکه جم سریز و در ساعت 22 از جم سریز پلاس و روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در ساعت 23 از شبکه جم تیوی و ساعت 24 از شبکه جم تیوی پلاس در حال پخشه که فعلا به صورت موقت متوقف شده است. شخصیت اصلی این سریال دوست داشتنی جلیل نالچاکان در نقش عاکف آتاکل همسر نباهت شن، فادیک سوین آتاسوی در نقش شنگول ارن اصلان همسر اورهان ارن، ییت کوچاک در نقش عمر ارن ایلماز پسر احمد ایلماز و سوزان ارکان، سوبورجو یازگی جوشکون در نقش آسیه ارن دختر بزرگ ولی و خدیجه ارن، آیلین آکپینار در نقش امل ارن دختر کوچکتر ولی و خدیجه ارن، جیهان شیمشک در نقش گولجان ارن پسر اورهان و شنگول، ملیس مینکاری در نقش آیبیک ارن دختر اورهان و شنگول، رجب استا در نقش برک اوسکایا چتین پسر سرپیل فرزند خوانده رسول و آیلا، آهو یا تو در نقش سوزان ارکان همسر سابق کنعان مانیاسلی، جنید مته در نقش اورهان ارن همسر شنگول، سیمگه سلچوک در نقش نباهت آتاکل شن همسر عاکف آتاکل. این مجموعه تلویزیونی در قسمت‌های مختلف شهر استانبول به ویژه در منطقه فاتح فیلمبرداری میشه. برای فیلمبرداری کالج آتامان از مدرسه خصوصی علوم کمربورگاز استفاده شده که در منطقه ایوب شهر استانبول واقع شده است. امیدوارم این سریال جذاب و دیدنی رو تماشا کنید و از دیدن اون لذت ببرید.